سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در شهر زیتون، یعنی شهر رودبار. امروز یک شنبه 29 بهمن ماه و ساعت حدود 5:30 عصره. این ولاگ در ادامه ولاگ رانندگی در جاده قدیم رشت به رودبار که هفته پیش در کانال قرار دادیم هستش و لینک مربوط به اون ولاگ رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. شهر رودبار مرکز شهرستان رودباره که در 66 کیلومتری مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت قرار داره. شهرستان رودبار شامل شهرهای لوشان، منجیر، رودبار، رستم‌آباد و تتکابون هستش. شهرستان رودبار رو میشه گفت بهشت مجزای گیلان که هر چقدر در مورد زیبایی و جاهای دیدنی این شهرستان ویدیو بسازیم یا مطلب بگیم باز هم کمه. جاهای دیدنی مثل سیدش، دورفک زیبا، استخرگاه، ییلاقات سلانسر، دریاچه حلیمه جان و بسیاری از جاهای دیگه. جالب همه رودبار رو با فروشگاه‌های زیتونی که در مسیر قرار داره میشناسن و از زیبایی‌ها و جاهای دیدنی اون اطلاع دقیقی ندارن. تقریبا همه مسافرانی که از قزوین وارد گیلان شدن در این شهر توقف یا خرید داشتن. سوغاتی شهر شامل زیتون، روغن زیتون، صابون زیتون، زیتون پرورده، انواع ترشیجات و لواشک. قبلا در کانال ولاگ های گردش در این شهر، گردش در حلیمه جان، گردش در شهر منجیل رو در کانال قرار دادیم که لینک مربوط به پلیلیست شهر رودبار رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو قرار میدیم. خواهشاً با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
میشنویم کنار تاقم با صدای شاهینم. بله مجرد اسمش چیه؟ دمت گرم بابا. $90 خلاص بیاری؟ خدا بخواد. آتی نه شان میخوره. چیزی بشه. ما سیدن میبرم شان. مشتری زیاد داره. این خوده. حتما اون سانسیالشون رو ببین چیه؟ ما این جدیگه سوال نکنیم. بخوای پرش کنم یه بار دیگه بیم. تست آزمایشی کردی شما وقتی با خودت بگردم یا به سال من چون بعد خودم چه صفر درصد شکرم گرفتم